پیمانکارش کجاست؟ 50 تومن پیمانکارش جریمه کنیم وضعیت سرویس بهداشتیش. میلیون تومن پیمانکارش جریمه می‌کنی. به ازای هر یه دونه سوخت. اینجا بالای 20 تا سوختگی داره. بهش بگو رنگکارش بیاد پای دیوار بهش رنگ میدی. این خانم‌ها میشینن اصلا برای ما جا نداره. یکی هم سروش 4 تا صندلی اضافه کن. رفتی دستشویی کاراتو کردی اومدی بیرون شیر شدی. چه رفتاراییه؟ پیمانکار را بیاورید 50 میلیون جریمه اش کنید. بابا مگه ناصرالدین شاه رفته زمان قاجار تو شهر تهران سرکشی کنه؟ این چه رفتاریه؟ بعد یه سوال دارم، معلوم شما همتون با هم تو دستشویی بودید؟ خب نمیگید یکی تو دستشویی داره یه کاری میکنه؟ یا که خالیش کرده بودید؟ بعد همه بیرون منتظرت بودن آقای شهردار دستشوییه بیاد بیرون. بعد الان 50 میلیون جریمه یه پیمانکار برای مردم دستشویی میشه. بعد اون چه تیپی آقای شهردار؟ به خدا من فکر کردم اومدی زباله ها رو ببری. بعد میگه به رنگکار بگید بیاد پای دیوار بهش رنگ میدیم. خب یعنی چی؟ خب رنگو بده دست رنگکار ببره پای دیوار. بابا دیگه رنگکاری که حاضر واسه شهرداری کار کنه 2 سال بعد 25% پولی که کار کرده رو بگیره، یه دبه رنگم به خودش میبره. اون پایین دیوار یه چیزی مینویسه میگه خیر پدرم 4 تا صلوات بفرستید. بعد میگه سروش 4 صندلی اضافه کن. بابا سروش همون پشت وایساده یه دونه انگشت بزرگ داره میاره بالا. چرا انقدر شوخ طبعید؟